مردک هازی ایموش سواش همش میرسه خیمو بگیم نمیرسه مایلش خیمال امکانیت بتن ببروید یکون جو نگرفته دامی شهر خودش میگیره چیزوش همه بشه کارت شنور میکنه ای گرفته میشید بر وقت میگیره ما ای همین راهبرای دولت ای همین چی خویش میکنیم که یک چوره نقص بینن یک حکمی نو یگون چی نو بتن خیلی مردک یگون چی نداره 24 سال بعد هم میگم من فرزندای نابالغ دارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌های خوبش، از آن جمله برای بهترین و بالاترین نعمتش ایمان خداوند شکرانه میگم. اما بعد میخوام یک چند دقیقه در اطراف قلابی و شما یک صحبت داشته باشم، البته مختصر، به خاطر آنکه ما شاهدی بسیار شهروندانی در تاجیکستان شدیم و هستیم که از جانب رژیم سرکوب میشوند و پسی پنجره میشوند، حتی بعضیش کشته میشوند. به خاطر چی؟ بسیار عیبنامه تهمت‌ها را در گردنش بار میکنه که دست به قلابی زد، قلابی میکرد، مردم فریبی میکرد. به همین خاطر یک چند دقیقه صحبت میکنم و مثال ها میارم و از آن جمله 4 نفری که بسیار بگیم که در اینترنت ها گپ و سر صدا هاشون زیاد شد برای شما مثال بیارم. یک نوع را تماشا میکنیم بعد صحبت دوام میدیم. شرکت امید 88 170 میلیون سومانی بودجه دولت و سال 3-4 از برنمیگرداند. نه فایز نه مبلغ بودجه دولت. بودجه دولت این بودجه کی است؟ بودجه خلق. انداز پارنده کی است؟ این خلق است، مردم تاجیکستان است. از شرکت نامبر کردم امید 88 چکار کرده است؟ 170 میلیون با هر راه و واسطه از بودجه دولت وزارت مالیه برای وای کردگی گرفتگی 18%. 60 میلیون قرضدار انا که نگاه بی‌مسئولیتی کارمندان وزارت مالیه که نسنجیدن، معلومات نیست. شرکت امید 88 صاحبش یا که راهبرش شادروان خدا رحمتش کنه 7 اپریل 2021 از دنیا گذشت. رجب علی اودینایف است. شرکت امید 88 سابق دیگه او را برهم دادن. خب نگاه کنین در اینجا رحمانوف 14 اکتبر 2017 یک صحبت میکنه با وزارت مالیه و گمرک. در همینجا از مامد استفاده میکنه، یک هوایی گفته میگذره شرکت امید 88. در اینجا اصلا نه تنها شرکت امید 88 میگه، بسیاری بگیم تاجرها را نام نمیگیره، تعداد زیادی تاجرها میگه از بودجه کشور از انداز میگه قرض دارن با 1.5 میلیارد میگه سومانی. از آن جمله نام میگیره امید 88 میگه که 170 میلیون سومانی را از وزارت مالیه میگه گرفتگی است. در اینجا میگه که اوبلای کرده است، نداده است، 3 سال شده است میگه نمیگردونه قرضش، نه فایزش. و در اینجا میگه که بی‌مسئولیتی وزارت مالیه است که حساب کتاب نکردن، نسنجیدن، نیست، دلیل نیست. در اینجا اگه امید 88 چی گناه داشت؟ وقتی که بی‌مسئولیتی بگیم که به طرفی یا که به پروایی وزارت مالیه باشه، این شرکت گناهگار نبود. این شرکت گناهگار نبود به خاطر که وزارت گناهگاره نسنجیده پول داده از روی گپای رحمانوف خودش. و اگر شادروان رجب علی اودینایف گناهگار میبود، شما یاد دارین چندین بار در رسانه ها برآمد که گفتک نامه نوشت حتی با پرزیدنت و با دیگر وزارت ها که مرا آزاد کنین. بعد از همین سخنرانی امامعلی بردن در حال محکمش کردن، گفتک مرا آزاد کنین، من در یک ماه هم 170 میلیون سومانه میتم. او را به 8 بگیم که جنایت متهم کردن، به 8 جنایت: قلابی، دزدی، اسرافکاری، دزنگی
و دیگر بگیم که موده هایی که تیار دارن که هر کسی را بخواهند زندان کنن اما موده را در سرش بار میکنن. تنها نگاه کنید این هم مردی است. تنها همون شادروان رجب علی ودینایف یک گناهش بر عهده، گناه نیست اصلا، اما از نگاه دولت از نگاه بگیم قانونی تاجیکستان که گناهش میحسابند دو زنگی را به گردن گرفت که بله من دو زن دارم، دیگر جنایتاش را به کله نگرفت. خیلی ما درباره دزنگی زیاد گفتیم، بازم تکرار میگیم که دزنگی اجازته در نزد رحمان و گناه های جنایت. اما نگاه کنید اینجا رجب علی ودینایف مرحوم با 24 سال زندان محکوم شد بعد از یک سالی بگیم که این بحث این گفته شنید ها. بازم دلشان تر نشید. 2020 یاد داشته باشین رئیس سود عالی شیر محمد شغال با 4 سالگی درباره 24 بازم کرد یا یکی بگیم دباویت کرد، اضافه کرد. 28 سال زندانش کردن. زید سعیده 29 سال. دیدین برای چی را زندان کردن؟ همه شما با فکر قریب میدونید و خیلی مرده که دیگر زنده نیست یا یکی در زندان نیست که ما بگیم آزادش کنید. به هر حال به خاطر اون زندانش کردن و شرکتش از بین بردن که در تاجیکستان 3 شرکت بزرگی سوزشواری، یکیش انمی امید 88 بود، دیگرش فراز بود و سومش گازپرومی روسیه. انا که ببینید گازپروم زورش نمیرسه، میدونه نه شرکت روسیه جرس هم میتاو بگیم که خوجه خارجیش پوتین و فرازش ای دوموچه در اینجا فقط شرکت امید 88 بگیم که میشد میکرد و این هم بسیار میدونه که در بسیار چورابی نهاد هم فرهنگی هم سیاسی و در بعضی معرکه های حتی مردمی این دست خیرش هم میرسون. شرکت امید 88 اینا شما زیاد شنیدگین آوازش دستگیری میکرد، فینانسیر ود میکرد بعضی هنرمندا را یا که بگین سرآینده ها را. اما با غیر از یک فایده گش همین بود که رقابت بود بین فراز و گازپروم. همین شرکت امید 88 شوفیرها بسیار میشناسین یا که میدونینش که ارزانتر میفروخت بنزین. بگیم که یک خدمت مردمی میکرد، خدمت مردمی میکرد. تمام بگیم تاجیکستان در فایدهش رسیدگی است. تمام تاجیکستان در تاجر بود و باید که در بالای بگیم محصولاتش یا که بگیم همون مالش پول بمونه. ولی بعضی چی میگن ای ما در کمک نکرد یا که شاید بگن که ای خیلی یک تاجر بود، یک بیزنسمن بود، خیش خچا سر میکرد. خیلی گپ نیست. خیش خچا سر میکرد، خیش ترا سر میکرد یا خچا توقع سر میکرد، فایدهش به تمام مردم تاجیکستان رسیدگی. و نگاه کنین زندان کردنش به خاطر این هم دامادش رهشک شده کنه. و شرکت فراز هم ای شادروان عمرعلی قوت بود، میدونی اینا شنیدگی هستین نه؟ دامادش مجبور یا که بگیم بزوری ای دست حاجی عمرعلی گرفت و حاجی عمر هم به خاطر شرکت فراز نکشتن، به خاطر مبارزش کشتن و از همون شتای خوردگیشون اینا استفاده کردن. رجب علی ودینایف آزاد نموندن، بردن زندانش کردن که با رنگ حاجی عمر نشه و بیرون از وطن برایه و بر ضد ما گپ زنه یا که ای مالش دفاع کنه. نگاه کنید که ایرا آزاد نکردن، بیچاره همون مادرش حتی زنش فرزنداش التجا کردن که آزادش کنین، میگیرن میته قرضاتونه، در حالی که نگاه کنید قریب 1000 کارگر داشته است. یک 70 بگیم که منطقه تاجیکستان دا همو بگیم که زپرفکش میگیم یا که نقطه سوزشواری فروش سوزشواری داشته است. همه امورا فروختن، همه امورا رژیم فروخت. او در زندان ایران گرفت فروخت، همش برهم داد، از بین برد. چرا؟ اگر که همه امورا از بین بردن او میدونین در اونجا 170 میلیون سومون زیاد میشد و بگیم که مال اشیای امید 88. چرا نموندن همون صاحبی همون مال اگر در زندان است فرزنداش اکاونت داره خش تبارش بفروشش پول بیاره بته و او را آزاد کنین. این را آزاد نکردن و مال محصولات هر چیزی که داشت از شرکت او را گرفتن فروختن در دولت سپاریدن. شما ببینین و او شرکت از بین بردن. این بگیم که یک فشار به بالای نه تنها شرکت امید 88 به بالای تمامی تاجرای نه تاجرای غلام صفت بدونین. شما
اگر این رحمانوف در فکر مردم بود بگذار صاحبش زندان کردی گناهگار هم به تهمت خطی شرکتش مون استفاده شوه مردم از او استفاده بره بچهش بگیره استفادهش کنه بچه همون شادروان رجب علی ودینایف یا که یک نفر دیگر شرکت چی باید با این بروه جنایت کرد شرکت یک مثلا شوفیور ماشین داره یک نفر ماشین داره جنایت کنه ماشین شما گیری تیت پی آهن پورا میکنی نه ماشین شما یک نفر گره میفروشه یا یک نفر گره بگیره تاکسی میزنه که یک کاری گشه بود میکنه همین شرکتی امید 88 هم اگر صاحبش به شرطی باز هم میگم این گناهگار نبود بیچاره گناهگار نبود اینا نمیدونم زهر دادن کشتنش یا اوکولش کردن من میگم که کشتنش 99% گمانی من همین که رژیم کشتش 7 اپریل 2021 ای دنیا گذشت رفت در ترمه شما ببینین کشتن شیره زندان کردن هم کشتنه و به حال خودش هم در زندان مردن این هم کشتنه 2 زن و چندین فرزندای نابالغ داشته است یتیم مون او قدر نفره که از کار محروم شدن در شرکت امید 88 کار میکرد او هزارها نفر شما در میدان نبر اومدین شما حق داشتین نگاه کنید رحمانوف چه ضرر داد شما ده نه تنها یک نفر با موینش هم 22 سال زندان کردن موین امیر رجب علی ودینایف نه تنها 2 نفر از زندان کرد این گویا که 1000 نفر زندان کرد یا که 1000 نفر ای جای کار ای خودان ای نون نمک محروم کرد دیدین به خاطر دامادش ولی بسیاری نمی نفرها که مشهور هستن شما چی فکر میکنین پروستاتک وارد تهمت میکنن پروستاتک زندان میکنن یا که ای صحنه بیرونشون میکنن نه بعضش به خاطر خودش به خاطر خود رحمانوف که مشهور شوند مردم یک کمی توجه کنه واسه نیو با او خاطر زندان میکنه بعضی دیگرش به خاطر دامادش دخترش نبیرش باید که هیچ کس در سر راهی یا نباشه رقیب یا هیچ کس نباشه پول تاجیکستان در دست خچون باشه و مثالی که میارم مثال زنده های بیگ صبور وزیر علاقه استرویچیک یا یکی ساختمانچی دامادی کلانی پرزیدنت امامعلی رحمان بوده است بیگ صبور هم میدونید که از بگیم علمانی عصر 21 کتابخوان کتاب شناس یا ایدنگی یا از کнига هم خیلی کتاب میخونده که مینوشته همین را 15 ایونی همین سال روان اینم یک ماه پیش در رسانه ها برآمد که از $1,000,000 از شرکت تاجیک تلکومی بیگ صبور از انداز آزاد شد چقدر فهمیدین $1,000,000 شرکت بیگ صبور از انداز قرضش آزاد شد $1,000,000 این کم نیست من $1,000,000 ای پیش ندیدم بعضی شما در تلویزیون در یوتیوب دیدگی نیستین $1,000,000 این کم نیست رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده گفته بود که شرکت بیگ صبور امی تاجیک تلکام 86 میلیون سومانی قرض داره برابری به دلار 7,600,000 دلار قرض داره انا که ببینن 1,000,000 ش بخشیدن $1,000,000 ش بخشیدن باقی مون 6.5 میلیون دلار دیگهش و این قرض یک ماه و یک سال اخیر نیست 6-7 سال شد که قرض داره اینا مثالی ما در مقابل امید 88 مثالی ما در مقابل امید 88 که او مردک 3 سال با گفتی رحمانوف لعنتی 3 سال بس که 170 میلیون سومونه نمیتونست داده و او را با از زندان گفت که من آزاد کنید من میتم با زبانش اما به هر حال وظیفه یا مقصد یا هدف یا آن بود که او را زندان کنن شرکت را تیت پیت کنن نابود کنن این کار کردن به مقصد چون رسیدن بیگ صبور 7.5 میلیون دلار قرض داره $1,000,000 ش از بودجه کشور بخشیدن بودجه کشور حق ما و شما کجا دین اون نفرایی که میبروین میگن این قلابه او قلابه انا ببروین بگن بیگ صبور قلابی کرد از بودجه کشور وزارت مالیه کمیته انداز حق نداره این را ببخشه او حق ما و شما من نمیبخشم بیگ صبور رو محکوم میکنیم که این باید زندان شود چرا بیگ صبور رو نمیبرن زندان کنن چند ساله پولی قرضاش نمیتونم من شاهد دارم حتی کارمندانی نگاه کنید کارمندانی که در استرویکوش در شهر کلوب کار میکنن
3 ماه 4 ماه 8-10 هزار سومشون ندادن. بیچاره کار رفتن روسیه کارکنی رفتن. ولی بعضی همونجا قرضدار باشه شاید در زیر نوار بنویسی کامنت. اینا قلابی تازه بک صبور. چرا زندان نشید؟ برعکس اون نفری که بک صبور گفت که تو قلابی تو قرضداری او را بردن زندان کردن. رئیس شهر کلوب بهرام اینایت‌زاده یاد داره نه سال گذشته گفت یک خواجه اهرال ولید در کلوب پیدا شده قرضش نمیده سری وقت. اینا از اندازم قرض داره ایمو پول او برق همه طرف قرض داره نه تنها شرکت بک صبور تمام دوماداش تمام همین دختر نبیره و خش اقربای رحمانوف یگان انداز یگان نمود بگیم که پول دولت در یگان سوها نمیتن در یگان سوهاش. این هم اختلاف فکر کنید کدام شما در خیالتون میاد که یک خش رحمانوف پول برق یا پول او میته حتی خوردن و به پولای شما این رحمت میدونید. خوب خب به هر حال بک صبور باید زندان میشید زندان نشید. برعکس خیانت تایی که از تن ملت از حساب مردم اینا بخشیدن 1 میلیون دلار شد. چی با میبخشین؟ چی با میبخشین استرویچکا؟ این ماشین بیزنس داره ماشین این باید ونوترینی نروژنی حلش میکرد پول میوارد میداد نمیداد برای زندانش کنید. اینا ببینه 1 میلیون دلار شد بخشیدن زندانش هم نمیکنن. او بیچاره امید 88 در روبر شد بردن زندانش کنن و بیچاره مرد رفت. دیده نه که شما شناختین دشمن کیه و چی هدفها داره. هر یکی ما رهبران تمام ساختار و مقامات دولتی و کل خدمتچیان دولتی باید به خلق صادقانه خدمت کنیم نه خلق به ما. No.